يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الدلیل الرابع، دلیل چهارمی که عالم ذکر میکنه میگه قوله تعالی، میگه ای قول الله هست یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ان تطیعوا فریقا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر شما اطاعت بکنین کسانی را که کافر شدن، یردوکم علی اعقابکم، شما را به پاشنه یا به بجلک های پایتان، یعنی شما را به عقب میگردانن، فتنقلبوا خاسرین، با شما برمیگردین در حالی که شما بسیار نقص کردین. سوره آل عمران 149. ای عالم میگه فاخبر تعالی، پس الله سبحانه و تعالی میگه خبر داد که ان المؤمنین ان اطاعوا الکفار، اگر مؤمنان اطاعت کفار بکنن، فلا بد ان یردوهم علی اعقابهم عن الاسلام، پس اینا را برمیگردانه به پشتشان از اسلام. فانهم لا یقنعون منهم بدون الکفر، اینا قناعت نمیکنن، یعنی دشمنای اسلام از مسلمان ها بدون کفر چیز دیگه را قبول نمیکنن و قناعت نمیکنن. و اخبر، و میگه الله خبر داده که انهم ان فعلوا ذلك، اگر امی مسلمان ها امی کارا بکنن، صاروا من الخاسرین، از جمله خسران شدگان میشن در دنیا و آخرت. ولم يرخص في موافقتهم و طاعتهم خوفا منهم، برای اینا اجازه موافقت و طاعت به خاطر ترس از اونا داده نشده، یعنی ترس از کافرها دلیل شده نمیتونه که کسی به خاطر ترس موافقت با کافرها بکنه، این عذر شده نمیتونه. و هذا هو الواقع، این میگه واقعیت است. ببینید فانهم لا یقتنعون ممن وافقهم الا بشهادت انهم على حق، میگه اونا قناعت نمیکنه امرای کسانی که حال شما میگه ببینید اینا قناعت نمیکنن از کسانی که امرای اسلام موافقت کردن، مگر به چی؟ مگر به شهادت انهم على حق، مگر کمی شهادت بده که اینا به حق هستن، برشان بویه که شما کافرها، شما مشرکین به حق هستین. و اظهار العداوت و البغضاء المسلمین، و اظهار بکنن عداوت و دشمنی را به مسلمان ها و قتل ید منهم، و برشان بگه که ما با امرای سنا هیچ همکاری نمیکنیم. یعنی میگه این واقعیت است، هیچ وقت اونا قبول نمیکنن که تو بگی فقط ما با شما مخالفت ندارم با امرای شما، نه، میگه اونا قناعت نمیکنه تا وقتی که اینا امرایشان موافقت بکنه و بگویه که شما به حق هستین و با مسلمان هایی که مخالف ما هست با امرای اونا دشمنی و بغض خود اعلان بکنین و بگوین که ما همراه اونا همکاری نمیکنیم. ثم قال بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، آل عمران 150. بلکه الله مولای شماست و هو خیر الناصرین، بهترین کمک کننده هست. ففی ولایته و طاعته غنیت و کفایت عن طاعت الکفار، پس در ولایت و طاعت الله غنا هست و کفایت هست از اطاعت کافران، شما نیاز به طاعت کافران ندارید. فیا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحید و نشأوا فيه و دانوا به في زماننا،
پس میگه وا چه حسرت است به او بنده هایی که توحید فهمیدن و در توحید نشأت کردن و با توحید یعنی متدین بودن یک زمان، کیف خرجوا عن ولایت رب العالمین و خیر الناصرین، چه قسم خارج شدن از دوستی رب العالمین و از دوستی بهترین نصرت کننده ها الى ولایت القباب و اهلها، به دوستی امو گنبدها و اهل زنا قبر پرستا و راضوا بها و به راضی شدن، بدلا عن ولایت من بیده ملکوت و کل شیء، به عوض دوستی او ذاتی که مالکیت تمام اشیا به دست اوست. بئس للظالمین بدلا، بسیار زشت است برای ظالمین. الکهف، سوره کهف آیت 50. الدلیل الخامس، دلیل پنجمی که عالم بیان میکنه میگه قوله تعالی افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله. افمن اتبع رضوان الله، آیا کسی که متابعت کرد از رضایت الله، کمن باء بسخط من الله، مثل کسی هست که به غضب الله برگشته، و مأواه جهنم و بئس المصیر، و جایگاه ازی جهنم است و بسیار بد جای است جهنم. آل عمران 162. فاخبر تعالی، میگه ای عالم میگه که شیخ سلیمان میگه که فاخبر تعالی، الله سبحانه و تعالی خبر داده که انه لا یستوی من اتبع رضوان الله، مساوی نیست کسی که متابعت از رضایت الله میکنه و من اتبع ما یسخطه، و کسی که متابعت از چیزی میکنه که الله را غضبناک میسازه و جایگاهش دوزخ می باشه در روز قیامت. ولا ریب، میگه شک نیست که ان عبادت الرحمن وحده و نصرها و کون الانسان من اهلها من رضوان الله، و ان عبادت القباب والاموات و نصرها والكون من اهلها مما يسخط الله، فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان من المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. یا عالم میگه که در شک نیست که عبادت الله به یگانگیش و نصرتش و ای که انسان از اهل عبادت الله باشه و از رضوان الله باشه، و کسی که در مقابل ازی عبادت گنبدها را میکنه و عبادت مرده ها را میکنه و نصرت اونها را میکنه و از جمله از اونا میشه که از کسانی که غضب الله را غضبناک میسازن، پس به نزد الله هیچ وقت مساوی نیست کسی که نصرت توحید و دعوت با اخلاص میکنه و همراه مؤمنان میباشه و کسی که نصرت شرک میکنه و طلب از مرده ها میکنه و همراه مشرکان میباشه. فین قالو، میگه خب اگر امی مردم بگوین که خفنا ما خود ترسیدیم، قیل لهم، برشان گفته میشه کذبتم، دروغ گفتین. و ایضا فما جعل الله الخوف عذرا، و همچنان الله خوف عذر قرار نداده فی اتباع ما یسخطه، در مطابقت است غضبش و اجتناب ما گردی و اجتناب آنچه که او را راضی میسازه. الله خوف و ترس عذر قرار نداده، اکراه عذر قرار داده. شما در اکراه قرار نگرفتین که باری سرتان شمشیر باشه یا تفنگچه باشه یا مرمی باشه در کلید کس میزنه و یا یک لطت میکنه، تنها به خاطر خوف و ترس عادی. و کثیر من اهل الباطل انما یترکون الحق خوفا من زوال دنیا، هم بسیاری از اهل باطل اینا چی میکنن؟ ترک میکنن حق به خاطر که همین دنیایشان از دستشان نره. و الا وگرنه فهم یعرفون الحق و یعتقدونه، اینا حق میفهمن و به او حق اعتقاد دارن، ولم یکونوا بذلک مسلمین، و با این مسلمان نشدن. الدلیل السادس، دلیل ششم که از قوله تعالی، این قول الله هست ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یقینا کسانی را که الله اونا را یقینا کسانی را که ملائکه ها قبض رو میکنن به حکم الله سبحانه و تعالی، ظالمی انفسهم، که این اشخاص بالای نفس خود ظلم کردن. قالوا، ملائکه برشان میگن که فیما کنتم، شما در کدام حالت قرار داشتین؟
قالوا اینا میگن که کنا مستضعفین، ما بسیار ضعیف بودیم فی الارض در زمین. قالوا ملائکه برشان میگن که الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین الله وسیع نبود فتهاجروا فیها، که شما هجرت میکردین در زمین الله. فاولئک مأواهم جهنم، اینا جایگاهشان جهنم است و ساعت مسیرا، بسیار مسیر زشت است. سوره نساء آیت 97. ای فی ای فریق کنتم، یعنی ملائکه از اینا پرسان میکنه که شما در کدام فرقه بودین؟ افی فریق المسلمین ام فی فریق المشرکین، در فرقه مسلمان ها بودین یا مشرکا؟ فاعتذروا عن کونهم لیسوا فی فریق المسلمین، اینا عذر پیش میکنن که ما در بین جماعت مسلمان ها نبودیم، بالاستضعاف، به خاطر که ما ضعیف بودیم. فلم تعذرهم الملائکه، ملائکه اینا را محذور قرار نداد و برشان گفت که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. ولا یشک عاقل، میگه هیچ عاقلی شک نمیکنه که ان اهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمین، ساکنین کشورهایی که اینا از مسلمان ها دور شدن و صاروا مع المشرکین، با همراه مشرکا یک جای شدن، و فی فریقهم، در فرقیشان یک جای شدن، و جماعتهم، در جماعت مشرکین یک جای شدن. اعظم ممن ترک الهجرة، ای بسیار سخت‌تر است از کسی که ترک بکنه هجرت را، مشحة بوطنه و اهله و ماله، به خاطر چی؟ شح یا بخیلی وطنش، اهلش، مالش. هذا مع ان الآیت نزلت فی اناس من اهل مکه، با وجود از اینکه ای آیت قرآن درباره اهل مکه نازل شدن، اسلم و مسلمان شدن، و حبسوا عن الهجرة، اینا منع شدن از هجرت کردن، یعنی حبس شدن از هجرت. فلما خرج المشركون الى البدر، وقتی که مشرکین به بدر برآمدن، اکرهوهم علی الخروج معهم، اینا را مجبور ساختن به چی؟ به خارج شدن، که همراهشان براین. فخرجوا خائفین، اینا همراه از اینا در حالت ترس برآمدن. فقتلهم المسلمون یوم بدر، مسلمان ها با همراه از اینا را مسلمان ها در روز بدر کشتن. فلما علموا بقتلهم تأسفوا، وقتی که به قتل از اینا خبر شدن تأسف کردن. و قالوا قتلنا اخواننا، گفتن که ما برادرای خدا کشتیم. فانزل الله فیهم هذه الآیه، الله آیت نازل کرد. فکیف به اهل البلدان، پس ای در مورد ای کسانی که الذین کانوا علی الاسلام، کسانی که در اسلام بودن، فخلعوا ربقته من اعناقهم، امور ریسمان اسلام از گردنهای خود دور کردن، و اظهروا لاهل شرک الموافقت علی دینهم، به امرای مشرکین به دینشان موافقت اظهار کردن. و دخلوا فی طاعتهم، و در طاعت از اینا داخل شدن. و آواهم، بر از اینا معوا دادن. و نصروهم، اینا را نصرت کردن. و خذلوا اهل التوحید، و اینا خذلان و ذلیل کردن اهل توحید را. و ابتغوا غیر سبیلهم، و غیر راه اهل توحید گرفتن. و خطئوهم، و اهل توحید خطاکار گفتن. و ظهر فیهم سبهم و شتمهم و عیبهم و الاستهزاء بهم و تصفیه رأیهم فی ثباتهم علی التوحید و صبر علیه و علی الجهاد فیه، و اینا اظهار کردن دشنام دادن اهل توحید و عیب کردن اهل توحید و دشخندی کردن بالای اهل توحید، و نظریات از اینا را جاهلانه گفتن، به خاطر که اینا به توحید و صبر و به جهاد صبر کردن و به توحید صبر کردن و جهاد کردن. و آوانوهم علی اهل توحید طوعا لا کرها، و اینا دوستی کردن به امرای دشمنای توحید، معاونت کردن، کمک کردن دشمنای توحید بالای اهل توحید، با اختیار، نه با حساب کراهیت، و اختیارا لا اضطرارا، اختیار داشتن، مجبورم نبودن. فهؤلاء اولا بالکفر و النار، بس اینا در اولویت قرار دادن که در کفر قرار بگیرن و در آتش دوزخ برن. من الذین ترکوا الهجرة شحا بالوطن، نسبت به کسانی که هجرت به خاطر عم و بخیلی و دوستی و بسیار وطن دوستی و خوف از کافرها، و خرجوا فی جیشهم مکرهین خائفین، در بین لشکر دشمنا خارج شدن در حالی که مجبور بودن و می ترسیدن.
اما این کسایی که امروز در لشکر کافرها خارج میشن، در لشکر مشرکین خارج میشن، از مشرکین خوف هم ندارن، اکراه هم ندارن، بلکه به خاطر متاع دنیوی. فإن قال قائل، اگر یک گوینده بگوید هل كان للإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم البدر، میگه آیا بر کسایی که به اکراه اینا آورده شدن به جنگ در غزوه بدر، کسایی که کشته شدن در روز بدر، بر از اینا چی نبود؟ عذر نبود؟ قیل لا یکون عذرا، میگه برشان گفته میشه که نخیر، عذر شده نمیتونه. لانهم فی اول الامر لم یکونوا معذورین، چرا که اینا در اول امر معذور نبودن. از اقاموا مع الکفار، به خاطر که اینا اقامت کردن به امرای کافران، بدل خود در بین کافران باقی ماندن، هجرت نکردن از بینشان، ماندن تا ای که بالاخره ای حالت سرشان آمد. پس در اول اینا معذور نبودن. فلا یعذرون بعد ذلك بالاکراه، باز اینا پسان به اکراه معذور نمیشن. یعنی مثلا امروز بسیاری کسا بدل خود به اختیار خود بدون زور بدون جبر میره مثلا در کشورهای کفری، خودش بدل خود میره در مسکو زندگی میکنه، خودش میره در جرمنی زندگی میکنه، خودش در امریکا زندگی میکنه. پسان باز وقتی که مشکلات میایه، باز امریکایی ها ایره یا روس ها یا جرمنی ها یا اروپایی ها ایره به زور که خود در جنگ میبرن که به ضد مسلمان ها اینا را استخدام بکنه. اینالی عالم میگه که اینا به این اکراه دومی برشان عذر نیست. چرا نیست؟ به خاطری که در اول وقتی که اینا اونجا رفتن، در اونجا عذر، در اونجا مجبور نبودن، اکراه در اونجا نبود که بزور اونا را کسی در اونجا بزور شانده باشن. این بدل خود رفت. لانهم السبب فی ذلک، چرا اینا سبب بودن، یعنی او کسایی که در بدر کشته شدن اینا سبب بودن. برای چی؟ برای کشته شدن خود، به خاطر ازی که در اول هجرت نکردن. اگر هجرت میکردن او وقت وطن خدا و مال خدا و زندگی خدا ایره دو بخیلی نمیکردن و نمیبودن به خاطر دوستی از او، اینا باز پسام سرشان ای فشار نمیامد. از این خاطر چون اینا سبب هستن، خودشان خود در چا انداختن، حیث اقاموا معهم و ترکوا الهجره، یا خودشان سبب بودن و امر از اقامت کردن، هجرت ترک کردن. به دلیل هفتم رسیدیم که انشاءالله در درس بعدی میخوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.